این ویدیو راجع به قطعی هستش که زیاد جدی گرفته نمیشه، ولی خب میتونه تجربه کار کردن با سپایه رو برای شما خیلی بهتر بکنه. پلیت دیجیتال فوتو هست، مدل ARC38L که معروف به این هستش که شما وقتی که از این پلیت استفاده میکنید روی هدای آرکا، هدایی که استاندارد آرکا دارن دقیقاً مثل این، دیگه اجازه نمیده که دوربینتون به صورت ناخواسته از راست به چپ یا چپ به راست تکون بخوره. بریم هم بررسی بکنیم، هم آنباکس بکنیم و مقایسه بکنیم با یه پلیت معمولی که اینجا من دارم. خیلی خوب، این پلیت در نگاه اول از نظر ظاهری هم جمع و جور هم سبکه. این پیچایی هم که اینجا می‌بینید در اصل باعث میشه که دوربین شما وقتی روی سپایه هست از عقب یا جلو نیفته. این دقیقاً همون جایی که این مدل فرق خودش رو با باقی مدل‌ها نشون میده. این دو تا پینی که اینجاست دقیقاً مثل قفل کمکی عمل میکنن. کارشون اینه که وقتی پلیت رو زیر دوربین میبندی، بدنه پلیت زیر دوربین نچرخه. این آچار کوچیکی که از اون جزئیاتیه که توی استفاده واقعی خیلی به چشم میاد. کارش اینه که پیچ اصلی پلیت رو ببندی بدون که بخوای دنبال سکه یا چیزای دیگه اینجوری باشی و یه جوری طراحی شده که همیشه همراه خود پلیت رو به راحتی گم نمیشه. حالا یه توضیح ساده درباره آرکا. آرکای استاندارد رایج برای شکل پلیت و کلمپه. یعنی این پلیت با خیلی از هدها و کلمپ‌های مختلف که تایپ آرکا رو دارن سازگاره. این خوبیش اینه که لازم نیست فقط تو یک برند گیر کنی. دستت باز و انتخاب‌های راحت‌تری میشه کرد. یا مثلا اگر شما دارید از استاندارد آرکا استفاده میکنید، اگر پلیت شما گم بشه دیگه لازم نیست که بدی هد کامل برای سپایتون بخرید، فقط همون پلیت رو میتونید تهیه بکنید و روی هد یا همون کلمپ ببندیدش. در مقایسه با پلیت های قدیمی تر و زمخت‌تر این پلیت واقعا زمخت نیست. یعنی وقتی زیر دوربین میبندی احساس نمی‌کنی یه تیکه فلز بزرگ اضافه زیر دوربینت، مخصوصا وقتی که می‌خوای توی کیف بذاریش. از نظر کیفیت ساخت هم واقعا تمیز و دقیق کار شده. همونطوری که می‌بینید این پلیت خیلی نازک‌تر و سبک‌تر از مدل‌های قدیمی است. اینجا براتون یه پلیت ساده رو تست می‌کنم. توی پلیت‌های قدیمی وقتی که ما یه خورده به دوربین فشار وارد می‌کنیم دقیقاً این پلیت میچرخه. این یعنی وقتی می‌خوای زاویه دوربین تو عوض بکنی یا کادرتو تنظیم بکنی، این چرخش‌های ریز خودشون راحت نشون میدن. این موضوع هم میتونه حس اطمینان رو کم کنه، هم وسط کار اعصاب آدمو خورد کنه. اگر دنبال یه پلیت امن هستید و میخواید خیالتون راحت باشه زمان کار کردن که روی آرکا تایپ هم خیلی راحت قفل بشه، به نظرم دیجیتال فوتو ARC38L انتخاب خیلی خوبیه.